تا حالا شده کسی بهت بی‌احترامی کنه و بعداً حس کنی کاش یه جواب دندان شکن داشتی، یا برعکس کاش اصلا واکنش نشون نمیدادی و با خونسردی رد میشدی؟ جالبه بدونی که فلاسفه رواقی دقیقاً برای همین موقعیت‌ها راه حلایی داشتن که هنوزم جواب میده. تو این ویدیو قرار 7 روش فوق‌العاده از فلسفه رواقی یاد بگیریم که کمکت میکنه در برابر بی‌احترامی و بدرفتاری دیگران قوی و خونسرد بمونی. روشی که آدمای باهوش و موفق همیشه ازش استفاده میکنن. سلام و درود میگم و خیلی خوش اومدید به کانال به سوی موفقیت. محسن رستمی هستم و خوشحالم با ویدیو جدید در خدمتتون هستم. مورد اول، اصل کنترل ذهن. رواقیون میگفتن تو فقط روی واکنش خودت کنترل داری، نه رفتار دیگران. مارکوس اورلیوس میگفت اگه کسی بهت توهین کرد، این انتخابت توئه که اون حرف رو جدی بگیری یا نه. دفعه بعد که کسی توهین کرد، قبل از واکنش دادن از خودت بپرس آیا ارزش داره انرژی من رو بگیره این. مورد دوم، قانون سکوت. یکی از بزرگترین رواقیون میگفت که گاهی بهترین جواب سکوت محضه. وقتی کسی بهت بی‌احترامی میکنه، سکوتت میتونه نشون بده که اون آدم اصلا در حدی نیست که جوابی بهش بدی. سکوت قدرت تو رو نشون میده. مورد سوم، نادیده گرفتن و گذر کردن. اپیکتتوس میگفت کسی که نمیتونه کنترلت کنه، سعی میکنه با کلمات تو رو تحریک کنه. پس به جای گیر دادن به توهین‌ها، راه خودت رو برو. این نشون میده که اصلا اون حرفا برات ارزشی نداره. مورد چهارم، استفاده از طنز. یه تکنیک عالی برای خنثی کردن توهین استفاده از طنز. وقتی کسی بهت توهین میکنه، یه جواب شوخ طبعانه بده که نه تنها از موقعیت منفی خلاص بشی، بلکه طرف مقابل رو هم خل اصلاح کنی. مورد پنجم، همدردی به جای عصبانی. گاهی آدمایی که بی‌احترامی میکنن خودشون درگیر مشکلات زیادی هستن. رواقیون پیشنهاد میکنن که به جای عصبانیت با خودت بگی این آدم حتما مشکلی داره که اینجوری رفتار میکنه. این باعث میشه کمتر تحت تاثیر حرفش قرار بگیری. مورد ششم، دوری از افراد منفی. اگه کسی همیشه با تو بدرفتاری میکنه، بهتره به جای واکنش نشون دادن ازش فاصله بگیری. رواقیون میگفتن نباید وقتت رو با آدمایی که انرژی منفی میدن تلف کنی. مورد هفتم، حفظ خونسردی در لحظه. یکی از مهمترین اصول رواقی اینه که احساساتت رو کنترل کنی. یه نفس عمیق بکشی، 3 ثانیه صبر کن و بعد تصمیم بگیر که آیا واکنش نشون بدی یا نه. حالا بگو از این 7 روش کدوم یکی بیشتر به دردت خورد؟ یا شده توی این موقعیت مشابه ازش استفاده کنی؟ توی کامنت ها برام بنویس تا دربارش صحبت کنیم. و ممنون میشم که اگه کامنت رو بنویسید چند ثانیه وقت بذاری با کامنت انگلیسی بنویسید، چون یوتیوب خیلی براش مهمه کامنت انگلیسی. و اگه این ویدیو برات مفید بود لایکش کن رفیق، دمت گرم. و کانال هم سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. و یادت باشه تو انسان ارزشمندی هستی، چون خدا موجود بی ارزش خلق نمی‌کنه. موفق و ثروتمند باشی.